شروع از 1 ایولی سال 2022 نفقه عمل کننده یتیمان و نیم یتیمان به اندازه 25% زیاد گردید. بالاروی نفقه یتیمان و نیم یتیمان طبق فرمایش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 13 ینور سال 2022 به اندازه 25% نفقه زمینوی پیشنهاد و از ماه ایولی سال 2022 تطبیق کرده شده است. این اقدام به خاطر بهتر نمودن سطح زندگی نفران بیکس و تنها عملی کرده شد. یتیمان پیش از ما و نیم یتیمان، یعنی که نفقه هایی که بنابر محروم شدن از سرابان از روی معیارهای قانونگذاری تعیین شدن به این گروه نفقه گیران، یعنی که افزایش یابی اندازه نفقه عمل کنندهشون عملی کرده شد و در زمینه فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان البته قرار هیئت مشاوره اگنتی سقوط اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نیز به توصیف رسید از سال 11 مارس 2022 تحت رقم 6 که در پیوست با فرمان بالا ذکر شروع از 1 ایولی سال 2022 اندازه نفقه گروه معین نفقه گیران مورد بازیابی قرار داده شدند. این زمان اندازه نفقه زمینوی به 207 سومونی برابر است، یعنی از حساب چینک مذکور اندازه نفقه یتیمان و نیم یتیمان به اندازه 51 سومونی و 55 درهم زیاد گردید. در معیارهای فرمان مذکور علاقه به طور مشخص معین کرده شده بود که اندازه نفقه کیها کدام گروه نفقه گیران مورد بازیابی از 1 ایولی سال جاری قرار داده می شوند. این هم باشد البته یعنی که یتیمان و نیم یتیمان، یعنی که اون نفرانی که بنابر محروم شدن از سرابان نفقه میگیرن، یعنی که این یکی از نمودهای نفقه مطابق با معیارهای قانونگذاری عمل کننده جمهوری تاجیکستان ارزیابی میگردد، از اون علمه نفقه گیران مورد افزایش یابی قرار دادن. نفقه برای یتیمان نوبالغ تنها تا سن 18 ساله و بی‌سرابان داده می شود. هنگام تحصیل در دانشگاه‌های عالی کشور مهلت دادن نفقه دراز کرده شده، در حالت پیشنهاد حجت‌های تصدیق کننده آن تا سن 23 سالگیشان عملی کرده می شود. حالا در ولایت سوق تعداد گیرندگان نفقه همچون یتیم و نیم یتیمان به حالت 1 ایولی سال 2022 21161 نفر را تشکیل می دهد. اندازه نفقه 18600 نفر یا خود 87.9% آنها باز حسابی یا خود به اندازه 51 سومونی و 55 درهم بالا گردید. گزارش سید مختار سید انور، نعیم جان ایوب برای برنامه اطلاعاتی خبر.